أيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحويل مبلغ مالي قيمته $1,000,000 خلال الأيام القليلة الماضية لدولة الكيان الصهيوني. ميسي میگن یک فوتبالیست است نمیشه است. ميسي میگن ميسي شما کار داشت. $1,000,000 در اسرائیل کمک کرد به خاطر سرکوب کردن فلسطین. $1,000,000 از پول شخصی خود به اسرائیل کمک کرد که مسلمان ها و اطفال فلسطین را به قتل برسانند. اما امروز جوان مسلمان لباس میسی در تنش است، افتخار میکنه. این مسلمان چقدر بیخبر است. داره کلیپش پیش ما هست. اینمی میسی که همین میسی که این فوتبالیست آرژانتینی رو $1,000,000 کمک کرده به اسرائیل که جوانای مسلمان و بچه ها و خودت و زنها رو تو قصد قتل عام بکنن.